در زمان جهانی شوی در عرصه جهان تنها قوم و ملت و خلق میتواند خود را جاویدانه گرداند که تاریخ باستانی و کهن بنیاد داشته، همزمان با ارزش های ملی و رسم و آیین های قدیمی و چهره های سرشناسی علم و فرهنگ و ادبیات خود ارج گذارد. دولت و ملتی که میخواهد خود را از نابودی حفظ کند، سر اول باید رسم و رسوم، عادت، سنت و ارزش های ملی خود را مورد آموزش همه جانبه قرار دهد. خب زیرا حیات امروزه جامعه را به دانستن گذشته ملت و تاریخ ملت کاری بسا سنگین می باشد. از اینجاست که آموزش سنت، عنعنه، مراسم، فرهنگ و تاریخ ادبیات ملت یکی از عامل‌های مهم خودشناسی و خودآگاهی ملی به شمار می رود. خب با قول متفکر تاجیک اکبر ترسون، اگر مفهوم خویشتن‌شناسی آریایی‌ها را به بنا و عمارت تشبیه دهیم، بعداً می توانیم بگوییم که این بنا و یا عمارت خویشتن‌شناسی دو شاخصتون اساسی داشت که یک زبان بود و دیگر نوروز، و محض همین دو شاخصتون اساسی توانست که این ملت را پابرجای نگاه دارد. یعنی این دو شاخصتون مثل یک دو بالی توانای ملت بودند که ملک عجم را زنده نگه داشتند. و این دو شاخصتون یکی از مهمترین افتخارات ما خوب در طول تاریخ کهن بودن و توانستند که خودشناسی و خودآگاهی ملی ما را تامین سازند. و چنانه که ندانیم حالا تاجیکستان همچون وطن اصلی نوروز اعلام گردیده است و ما را لازم است که به قدر این مقدسات و نعمت خدادادی برسیم و آن را همیشه پاینده نگاه بداریم و اینچنین در یک جایگی با مردم کشورهای حوزه نوروز آن را چنان حفظ کنیم که جشن مذکور با تمام شکوه و شهامت بتواند که در آینده باز هم بین المللی تر گردد. خوب، اکنون در خصوص استقلال دولتی و جشن نوروز میتوانیم بگوییم که استقلال دولتی به نوروز همه چی را داد، یا از جمله خوب جان داد، آزادی داد و استقلال داد. و به قول دیگر محض در زمان استقلال دولتی نوروز توانست که دویم باره احیا گردد و جهانی شود و همزمان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردد. بزرگ در این باره عجیب شاعرانه گفته است که بسا مردمان آمدند و رفتند، بسا جهانداران کشورداری کردند و گذشتند، بسا باغها شکفتند و خزان گردیدند، بسا چشم ساران به جوش آمدند و جای بر بیابان دادند. لیک نوروز این پهلوان کهنسال همانا پاینده است و خوشبختانه در زمان استقلال دولتی باز هم قوه و نیروی دوچند گرفت. سهم پیشوای معظم ملت در دوباره احیا گشتن جشن‌های ملی از جمله نوروز بین المللی به نهایت بارز است. در محور سیاست فرهنگی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان احیای جشن ملی چون میراث تاریخی تاجیکان مقام اساسی و کلیدی دارد، زیرا که در شناخت و اعتراف پیشوای معظم ملت جشن نوروز نه تنها همچون یک جشن بلکه همچون یک عامل
وحدت ساز و مفکوره ساز و وسیله اساسی رسیدن به خودآگاهی ملی دانسته می شود و از جمله پیشوای معظم ملت در یکی از سخنرانی هایشون تاکید کرده بودند که نوروز و دیگر جشن های ملی ما سده، تیرگان و مهرگان پدیده های نادر می باشند که در طول تاریخ چندین هزار ساله خلقمان همچون عامل های پایندگی ما تاجیکان نقشی برجسته دارند. محض با تلاش های پیوسته و به سابقه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان جشن نوروز هنوز از سالهای 1993 کوشش ها به خرج داده شده بود تا که آن به روی خط حفظ میراث خطی داخل شود و بعدا در سال 2009 جشن نوروز در کنفرانس کمیته حفظ میراث فرهنگی سازمان ملل متحد به روی خط و یا که فهرست این سازمان شامل می شود و همین تکاپوی و تلاش های دائمی پیشوای معظم ملت بود که خوب در همکاری ها با دیگر نمایندگان و یا که سروران کشورهای همزبان و همجوار و همسایه جشن نوروز توانست که 23 فوریه سال 2010 با قرار جلسه 64 مجمع گنرالی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در تمام جهان روز 21 مارس را همچون روز بین المللی نوروز تجلیل میکنند. خوب البته این رسما جهانی اعتراف شدن این جشن تاجیکان همچون یک پدیده فرهنگی در شرایط امروزه خوب این بار دیگر ثابت نمود که خلق تاجیک دارای فرهنگ و مدنیتی بای و غنی می باشد و این جهانی گشتن جشن نوروز باعث افتخار و تفاخر ما تاجیکان است و پیشوای معظم ملت هم در یکی از سخنرانی های خود به واسطه تاکید کرده بودند که ما از آن شاد هستیم که تمام مردم سیاره از جمله همسایگان ما جشن نوروز را با زبان تاجیکی یا که با تعبیر تاجیکی نوروز مبارک به ما مبارک میگویند که این باعث افتخار ما است. این میراث گرانبهای گذشته خود را نه تنها از حوادث روزگار حفظ نمودیم بلکه آن را به جشن بین المللی تبدیل دادیم که فعلا 11 کشور دنیا جشن نوروز را با استراحت با روزهای استراحتی یعنی رسما تجلیل میکنند و از بعض سرچشمه و واسطای اخبار عامه هم معلوم است که زیاده از 100 کشور دنیا در 100 کشور دنیا نوروز تجلیل کرده می شود و تخمینا نفوسی آدمانی که نوروز را جشن میگیرند زیاده از 350 میلیون است و طریق واسطه اخبار عامه باشد زیاده از 1 میلیارد مردم روی جهان از تجلیل جشن نوروز آگاه می شوند. دایر به جهانی شدن نوروز شاعر سفر محمد ایوبی محزون میگوید که محگوف به محواره نوروز جهانی شد ای مردم سیاره نوروز جهانی شد. یا به قول شاعر تاجیک زبان ازبکستان پیمان نوروز جهانی شد تا باد چنین بادا جشن همگانی شد تا باد چنین بادا.